برنامه خانقاه مهمان خاندان شماست. ما با شما عقل و فهمش خواهیم. موضوع امروزه ما سوزن شفایی هست، یا که به زبان روسی آن را ایگلا رفلکسوتراپی میگویند، به زبان خیتایی باشد تزن تزیوتراپی. البته شما میبینید که در بسیار درمانگاه ها، در بسیار مرکزهای طبابتی دکترانی هستند که به سوزن شفایی سر کار دارند و اکنون بعد چند وقتی که این طرز طبابت در مردم ما عنعنه شد، یک عادت معینی، یک مناسبت معینی نسبت به این طرز طبابت پیدا شده است. ما میخواهیم که آن از روی گپی کوچگی یا که از روی اساسهای آوازه یا اینکه تجربه بعضی کسانی که از آن طبابت گرفتن نباشد. یعنی مردم ما درباره سوزن شفایی تصورات درست داشته باشند. برای همین ما این موضوع رو امروز میبرداریم. شما در کجاها، در بسیار جاها میبینید که مردم نقل میکنند با من سوزن شفایی این خیل شد، سوزن شفایی فایده کرد، سوزن ماندم، عصبم آرام شدند، سوزن ماندم، کسل شدم، این سوزن زن این خیل و این سوزن زن این خیل، گفته گوناگون اندیشه و عقیده های خود را میکنند. ولی بدانید که سوزن شفایی علم است. علم است از طب خلقی خیتای. مردم چین، یعنی در خیتای، هنوز از دوره های کهن این طرز طبابت را استفاده میبرند و این البته یک نظریه، یک حکمت خود، فلسفه خود را دارد و آن در زمان حاضره با مخصوص تحقیقات هایی که چه در دانشکده های خودی مملکت چین و چه دیگر در مرکزهای گوناگونی که در روی دنیا بسیار هستند که آید به سوزن شفایی هستند آموخته شده ایستاده است و آنها را در زمان حاضره از روی نقطه نظر علم حاضر زمان اساسناک کردنی‌اند. البته این کوشش خوب است، ولی فلسفه اصلی سوزن شفایی تماما دیگر است. هرچی که ما آن را میبینیم در زمان حاضره، این البته آن قسمی از سوزن شفایی چینی هست که علم حاضر زمان طب آن را برای خود فهمو کردنی هست و مکانیزم آن را میخواهد که بندوبست‌های آن را میخواهد که در اساس تصورات و فهمشات و نظریه های طبی غرب بفهماند. البته ما میدانیم که در زیرکی و در هوشیاری مردم چین خیلی پیش رفتند. بسیار چیزهایی را اختراع کردند که تا هنوز جهانیان از آن استفاده میبرند و مانند کمپاس، قطب‌نما و مانند باروت، پارخ، بسیار چیزهای دیگری که هنوز مردم ما از آنها پوره درک ندارند. از آن جمله میگیریم سوزن شفایی. البته روایتی هست که پادشاهی بود که میخواست عمر دراز داشته باشد و در دربار خود طبیبان، هنرمندان، کسانی که غذای خوب میپختند، کسانی که وقتی او را خوش میکردند، عموما چیزهایی میکردند که سببی و خوشی و از آن فکرهای ناز و از آن دراز عمری آن کس میشد، جمع آورده بود و از آن جمله یک باغبانی را که آن باغبان برای شاه دارو تیار میکرد، نوش داروی های گوناگون و باغ مخصوصی را برای او جدا کرده بودند که در همانجا کار میکرد. یک روز آن شاه میگوید و باغبان را در حالت بیماری میبیند و به او میگوید که اگر تو طبیب هستی خودت را طبابت کن. و این گپ به باغبان بسیار سخت میرسد و باغبان با شدت درد نگاه نکرده کلنگ را گرفته کار میکند و بناخواست در بالای
پای خود به کلن میزند و دردسری او برهم میخورد. پادشاه که خیلی زیرک بود از این درک یافته درباریان سردرددار خود را جمع نموده آنها را با سنگ نوک‌تیز و همون نقطه میزد و همینطور بسیاری آنها از سردرد خلاص میافتند و این را حتی نام گذاشتن بینشی تراپی طبابت با سنگ. با آهسته با فرمان شاه آموختند، سوزن‌های مخصوص از استخوان‌های فیل تیار کردند و حالا می‌بینیم که در زمان حاضر این سوزن‌ها از معدن تیار شده ایستادند. معلمان در این باره که چرا چنین است، چرا فایده می‌رساند فکر کردند و این سبب آن شد که نظریه‌ای را پیشنهاد کردند که با نظریه طبی خلقی ما و شما نزدیک است. باز همان 4 عنصر، باز همان جانان، روح القدس، سویتای دوخ، پرانا، افیر یا که میدان الکترومگنیتی. و در اینجا با چنین عقیده آمدند نظریه‌چیان این علم سوزن شفاهی که در آسمان، در کیهان یک نوری هست که آن نوری انرژی چی هست. همین انرژی چی گردش میخورد در 5 عنصر. آنها 4 عنصر ما را باز 2 عنصر دیگر علاوه نمودند و زمین را در مرکز گذاشتند، یعنی درخت و معدن را وارد ساختند و گفتند که انا همین نور انرژی چی که ما آن را جانان میگوییم یا که روح القدس یا سویتای دوخ یا میدان الکترومگنیتی یا میدان گراویتاسیونی در همین 4 عنصر تاب میخورد و مثلا اگر زندگی انسان را گیریم در همین 4 عنصر راست میگوید. دوره جوانی که آن را کودکی و جوانی آن را در المنت در عنصر درخت میبینند که انکشاف مییابد. دوره‌ای که انسان پخته میرسد این را دوره آتش میگویند که انسان چون احساسات بلند و قوای فیزیکی و عقلی او نهایت زیاد است. بعد از آن البته دوره فرا میرسد که آدم مستحکم میشود و قوی میشود و این را معدن میگویند و چون به سن پیرانسالی میرسد آن وقت بدن او آب میشود و از آن بعد از مردن باز به خاک، باز از خاک به درخت، از درخت به آتش، از آتش به معدن، از معدن به آب و از آب باز به درخت. یعنی همین انرژی چی قوای الکترومگنیتی کیهانی در همین 5 عنصر تاب میخورد و تابش مییابد. و این انرژی چی 2 نمود است، یکی انرژی ین و یکی انرژی این. چنانی که خداوند ما و شما میگوید که من همه را جفت آفریدم و حالا معلوم است در فیزیک که هست پلوسه هست مینوسه، در طب هست سیمپاتیکی هست پاراسیمپاتیکی، سیستم عصب. پس معلوم میشود که قوای ین یعنی قوای مردی و قوای این قوای زنی و این 2 قوای مردی و قوای زنی مبارزه میبرند و آنها بدن انسان را گویا تقسیم کردند که هر یک عضو یا قوای مردی دارد یا قوای زنی دارد. هر عضوی که از 2 طرف درآمد دارد آن قوای ینی است و هر عضوی که آن قوه را استعمال میکند مثلا دل، جگر، شش، گرده اینها قوه‌های اینی دارند و خیچک، تلخه، معده اینها قوه‌های یعنی دارند که از یک طرف درآمد و از یک طرف برآمد دارند. اکنون بینید که وقتی که از روی نقطه نظری طبی سوزن شفاهی در بدن ما و شما انا همین انرژی گردش میخورد و آن در این 4 عنصر تابش مییابد، یعنی جلو میدهد، ماتریالیزاسیا مادی میشود و ما بدن خود را میبینیم یا که دنیا را میبینیم و در اصل گیریم اگر دنیا از نور است. بدن انسان عبارت است از سیستم عبارت است از عضوها از بافته ها از
حجیره ها از مولکوله ها از اتم از ذره‌چه های نیوترون و پوزیترون، یادرو، اینها از ذره‌چه های خردی الفا، بتا، گاما و دیگر ذره های دیگر، و آنها از کوانت از موج از نور ساخته شده است. انرژی یکی از نام‌های خدای ما و شما نور است، النور. و اون طرفش که تاریکی هست و خودی فیزیک هم میگوید که در حقیقت جامعه انرژی نیروی تاریکی هست و همان گپی که پیغمبر ما و شما درود بر او میگفت که ما و شما را، دنیا را خدا از تاریکی آفریده است، انتی ماتریه. تصور کنید که این هر دو یک چیز رو میگویند ولی مناسبت هر خیل است و ما باز برمیگردیم به اون که در بدن ما و شما این دو قوه تاب میخوردند و اینها همون دو شاخه هستند، شاخه همون انرژی اساسی قوه الکترومغناطیسی، چنانه که در دین اسلام آن را نور محمدی میگویند. و این انرژی وقتی که تاب میخورد همین خیل آزادانه یا که به ترتیبانه تاب نمیخورد، رگ و پیوند خود را دارد و در علم ختایی این را مریدین یا که قبورها، جویبارهای روحی میگویند. یعنی که و آن درجه این سوزن شفاهی ترقی کرده بود در آن وقت که حتی که گردش روحی را آنها یافته بودند که روح انسان چه خیلی گردش میخورد. مثلا بعضی آدم‌ها میگویند که وقتی در آسمان طوفان الکترومغناطیسی میشد، میگوید من خودم بد حس میکنم. یکم بار فکر نکردین چرا؟ خودی انا همین گردش انرژتیکی در کجای محکم میشد یا که نیروهای از آفتاب میبیایند که آنها خام هستند، ذره های میبیایند که پورا مثلا سوخته نشدند یا که موجهای کلان برای روح ما و شما مشکل حل کننده میایند. مانندی که ما غذا میخوریم و در خون گردش میخورد، همین طور روح هم غذا میخورد و غذای روح انا همین قوه های الکترومغناطیسی است. و البته عالی ترین غذای روح ما و شما نور خدا است که آن را با واسطه مخصوص آن فرمتی که پیغمبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم داده است، یعنی شکل نماز است. باز از این البته سکوت ها هستند، باز البته ذکر هست و بسیار چیزهای دیگری هستند که روح را البته غذا میدهند، ولی غذای عالی دادن نمیتوانند و جز آن که نور از شعور کائنات نباشد. پس معلوم میشد که با روح در سوزن شفاهی گردش میخورده است، رگ‌های خود را داشته است و در همین قبورها، همین رگ‌های جویبارهای روح گرد مخصوص نقطه هایی بودند که در آنجا روح ما و شما به بیرون داد و گیرفت میکرده است. انا همین نقطه ها اگر محکم شوند و این نقطه ها گوناگونند و اینها یا که میگیرند یا که میدهند یا که درد را میبرارند یا که مثلا نگه میدارند یا که محکم میشوند و در آنجا یا قوه زیادتی میکند یا که کمی میکند یا تیز میرود یا اینکه نمی ایستد. اون من گوناگون حالتهای گردش روح هست در بدن ما و شما که آن میتواند گرم باشد، میتواند خنک باشد، میتواند خالی باشد، میتواند پر باشد، میتواند نم باشد، میتواند خشک باشد و این سبب آن میشود که بیمار میشود همان عضوی که جویبار او محکم شده باشد. پس وظیفه دکتر از آن عبارت است که با واسطه سوزن انا همین نقطه ها را ماهرانه گشاید. یعنی سوزن زنی این چیزی نبوده است که در هر کجای رسید یا بدانیم که این نقطه یا آن نقطه فایده دارد و آنجا زنیم تاثیر می‌کند. این فلسفه خود را داشته است. ما در این حالت می‌بینیم که اگر ما بدانیم ماهرانه چطور آن را می‌کشاییم و این از دست ما می‌آید، آن وقت ما همان نقطه‌های لازمی را با سوزن‌زنی بسیار کم، با آنکه اونقدر پروسیدورهای گوناگونی تا کشیدن لباس و تا بسیار چیزایی که این در سوزن‌زنی اصلا وجود ندارد، ولی این طلبات طبی حاضر زمان است برای گیگین و برای پیشگیری بسیار بیماری‌ها. آن چیزها هم لازم نمیشه. در یک شرایط خانه، در یک شرایط کوه، در کوچه همین کار را کردن ممکن است. این آن است برتریت البته سوزن‌زنی. و اگر آدم بداند فلسفه او را، که من امید دارم که بعد این برنامه بسیاری ها نسبت به سوزن‌زنی عقیده خود را دیگر میکنند و در اون وقت
میدونن که هر یک نقطه را باز نقطه ها رو گرفتن، این رو ریسپت میگویند. مانند که شما ریسپت خوراکپزی میکنید و میدونید که کدام اینگریدینت خوراک رو در کدام وقت شما پرتافتنتان در کار تا اینکه خوراکتان با مزه و با لذت بیاید. اگر سوزنزنی همین خیلی است، اگر یک نقطه رو شما در آن حالت گیرید که لازم نیست یا که بعضی نقطه های هستند که به هم ضد هستند، آن وقت البته سوزنزنی برعکس تاثیرات خود را میرساند. و سوزنزنی البته آمد تا زمان ما و آن را یکمین بار شده در عصر 17 به اروپا بردن، در عصر 19 به روسیه آمد، در عصر 20 سالهای 60 حکومت شورا مخصوص فرمانی برآورد درباره استفاده سوزن شفایی و آن را در اینستیتوت تکمیل اختصاص میدادند. سالهای 96 عصر 20 آن را به تاجیکستان انور سامیدینوف آورد و باقی تمام کنندگان همین مکتب هستیم و آن را ماهرانه البته استفاده میبریم و حالا حتی ما و دانشجویان آن را درس میتیم. چرا دکترانی که خواهشمند دارن میتوانند که آن را آماده بیاموزند و سبب باز بهتر شدن سلامتی مردم شود. و البته نظریه ها گوناگون کردن، گفتن که سوزن وقتی زده می شود ریاکسیای خودی یعنی عکس العمل سیریش می شود، خون دیگر می شود، خاصیت های ایونی آن، خاصیت های مولکولاری اتمی آن، قوه برقی آن، دیگر قوه های ریگنراتیوی برقرارسازی و گوناگون عقیده های گفتن که سبب آن می شود که البته این تاثیر می رسانده است. و ما هم عقیده خود گفتیم که در نتیجه مثلا درد دیگر گرفته می شود، اینه که می تواند در اینجا سبب حاصل شوی داروهای ضد درد شود، ارگانیسم گویا بیدار می شود. مانند که اگر شما خواب باشید کسی آماده است تیزی شما تق تق زند، شما هوشیار می شوید. همین طور دیگر گویا که ما با همون سوزن بیدار می سازیم آدمی را که عضوی را که بیمار شده است. و خوب می شد که البته باز وقتی که شما می روید پیش سوزنزن باید پرسید که چیکار میکنه، چون که سوزنزنی در زمان حاضر چنین است. اول علامتی هست، سیمپتوماتیکی هست، بعد کلینیکی هست. آن را چنان به نقطه های ما استفاده میبریم که گردش روحی را دیگر کنیم. از سیمپتوماتیکی این نیروگومارلی هست، عصب و گردش خون را دیگرگون میکند، سبب برطرف شدن علامت های بیماری میشد. و کلینیکی خودی بیماری رو ریشه‌اش رو گم میکند. و ما میتوانیم که همان نقطه ها رو سوزن نزده نشان دهیم که آنها رو در نتیجه محض تاجیکی، مالش تاجیکی که پیش ما رگمال ها داشتیم که همین نقطه ها رو مردم ما هم میدونستند، آنها رو یا داغ میسوختند یا که البته خونگیری میکردند. خونگیری هم یکی از گوشه همین علم است و آن جداگانه از سوزن شفایی در جاهای ما انکشاف یافت. اگر در خطای با سوزن میزدند که گویا انرژی رو برآورند یا آن رو دیگرگون سازند، در جاهای ما آن رو با مالش یا اینکه با گرفتن خون از نقطه های مخصوص. متاسفانه خونگیرهایی که در تاجیکستان به شکل خلقی میکنند البته بسیار چیزها را نادرست میکنند و مردم از ناچاری مجبورن روند. و خوشبختانه با شما خبری خوش که این را ما باز علمی کردیم، مخصوص مقاله علمی عمومی خود را نوشتیم که در آن ما حجامه را، خونگیری را یکی از سمت‌های طب کلاسیکی تاجیک خود گردانیدیم و مردم میتوانند که با عقلانه، با تفکر دکتری استفاده برند، چی از سوزنزنی، چی از مالش های نقطه های مخصوص یعنی رگمالی، چی از خونگیری، چی از داغسوزی و چی در همون نقطه ها گذراندن داروهای مخصوص که ما اون رو میزوتراپی میگوییم. با شپریس ما داروها رو به همون نقطه ها میگذاریم یا که توک مخصوص میزنیم. ما البته کار کردیم در این ساحه هم با پروفسور احمدوف که ما در اینجا با خنکی را استفاده بردن در سوزن که ما آن را خنک میکنیم بر ضد بیماری های گرمی و این سبب درست شدن همون عضو میشود، یعنی کریا ایگلوتراپی استفاده برای خنکی. حتی مقاله ما، کار علمی ما رفته ایستاده است. عموما ما از آن چیزهایی که دیگر خلق‌ها دارند و سبب پیشرفت خلق ما میشود می آموزیم، آنها را به خلق عزیز خود پیشنهاد میکنیم.
خوشبختانه استراتژی و تاکتیک وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان البته به این نظر نیک دارد و متخصصان را تیار میکند. مثلا در ساحه ایگلا ریفلکس تراپی سوزن شفایی پروفسور نجمیدی نوا هست، مولانا نجمیدی نوکی در اینجا در زیر نظارت میگیرد و درست و نقص متخصصان را تیار میکنیم و این سبب پیشرفت مردم ما میشد. باز با عقلانه همین سوزن شفایی را استفاده میبریم و مردم ما خوبتر و نخستر انشای خدا خواهند شد. شکر خدا و وطن امن که ما امکانات هایی داریم که به شما از علمی دنیوی خبر میدهیم و آن را تیار کرده برای شما پیشکش کنیم تا اینکه شما خلق عزیزی ما سالم و سلامت باشید. دوره طلایی تاجیکستان عزیز است و در این دوره شما می توانید استفاده برید از دستاوردهای دولت و از آن جمله تیم ما. سلامت.